کتاب خودی که مرا کشت. نویسنده میثم موسوی نسیم آبادی. نشر آوای بوف. avayaboof.com. دیکتاتوری نعلین. زن پرسید: جناب شیخ، با این مدعیان چه کردید؟ شیخ پاسخ داد: هیچ. یقین داشتم که دروغ میگویند، مشتی کافر بیدینند. قانون خدا را درباره آنان اجرا کردم. حکم الحاد و ارتداد آنان را صادر کردم و خلایق در یک چشم به هم زدن حساب همه را رسیدند. این وظیفه طریقتی من بود. یقیناً ثوابش از هر جهادی بیشتر است. اگر میسر شود، حاضرم شخصاً روزی 70 نفر بلکه 700 نفرشان را در راه رضای خدا به دست خودم گردن بزنم. زن: یقین دارید که فرمان شما مطابق احکام خدایی بوده است؟ شیخ: البته، جای تردید نیست. هر کس در صحت فرمان من تردید کند کافر است و واجب القتل. حکم خدا را من میفهمم که قطب زمانم. سعیدی سیرجانی. یکی از کتاب‌های تولید شده علی اکبر سعیدی سیرجانی داستان شیخ صنعان است. شیخ صنعان اولین واکنش سعیدی سیرجانی نسبت به اوضاع اجتماعی ایران بعد از انقلاب است که در سال 1358 به چاپ رسید. او شیخ صنعان عطار را بهانه قرار داد تا گویی از صنعان زمان خویش صحبت کند و متذکر شود که آیت الله سید روح الله خمینی چون به قدرت رسید چگونه به هر کاری دست زد. سعیدی سیرجانی در سال 1372 هم نامه‌ای به علی خامنه‌ای نوشت و در آن اذعان داشت: حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشته های من است، ای کاش موردش را مشخص می‌فرمودید و اگر مبتنی بر واردات غیبی است و اشراف بر ضمایر که انا لله و انا الیه راجعون. بنده به خلاف حکم قاطع شما مسلمانی صاف اعتقادم و به دین و عقیده‌ام مباهات می کنم و به حقانیت شریعت مقدس اسلام معتقد. هیچ ابله مخالف اسلامی نمی آید 15 سال عمر خود را صرف تصحیح و چاپ مفصل ترین تفسیر قرآن کند. کسی که به اسلام بی اعتقاد است با چه انگیزه‌ای قصیده این بارگه که پایش از عرش برتر است را تقدیم آستانه قم می کند. آدمی زاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. شاهرخ مسکوب هم در قسمتی از کتاب روزها در راه متعرض جمهوری اسلامی ایران شد و از به وجود آمدن دیکتاتوری دیگری به نام دیکتاتوری نعلین خبر می‌دهد که خود را جانشینان بیچون و چرای امام زمان و حاکمان عادل بر کل جهان می‌پندارند که گاه به نظر می‌آید شالوده سیاست داخلی و خارجی آنان در 2 کلمه خلاصه می‌شود: حجاب و فحش. مسکوب در قسمتی دیگر از این کتاب متذکر شده است که هر جا عکس آریامهر پایین آمده، عکس آیت الله بالا رفته. اگر با شنیدن نام محمد ملت 1 بار صلوات می‌فرستند، با نام آیت الله 3 بار صلوات می‌فرستند. یکی از بازی‌های روزگار هم این است که مردم برای آزادی با ایثار و بی‌دریغ به شهادت می‌رسند تا یکی تنها به موجب آنکه وابسته به آقاست حدود آزادی آنها را معین کند. امروز در روزنامه آیندگان در مصاحبه آیت الله دیده می‌شود: در فقه اسلام قیام بر ضد حکومت اسلامی قیام بر ضد خداست. سید روح الله خمینی که رئیس جمهور اسبق کشورمان محمد خاتمی از او به عنوان شخصیتی ممتاز، رهبری خردمند، امامی پاک و مظلوم بزرگ تاریخ یاد کرده است که در زمان وی برای اولین بار کلام بر سلاح و لبخند بر خشم و خشونت پیروز شد،
طی یک سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید در تاریخ 25/8/1360 نظام جمهوری اسلامی ایران را برابر با اسلام دانست و از آن نمود که حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. چنانکه در جمع فرماندهان سپاه و معلمان و مدیران صدا و سیما در دفاع از اسلام و حفظ نظام و حکومت اسلامی گفته است: یک بیچاره‌ای به من نوشته بود که شما گفتید همه اینها مأموران امنیتی باید تجسس یا نظارت بکنند و حال آنکه قرآن می‌فرماید ولا تجسسوا. راست است، قرآن فرموده است، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است. ولا تقتلوا انفسکم. این اشکال را به سیدالشهدا بکنید. وقتی اسلام و نظام اسلامی در خطر است، همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. واجب است شرب خمر کنید، واجب است دروغ بگویید. آیت الله خمینی که در دوران انقلاب بر نقش زنان در تشکیل حکومت جمهوری اسلامی تاکید می‌ورزید و محرومیت زنان از حق رأی را عملی غیر اسلامی می‌دانست، همان فقیهی است که در دوران پهلوی برای غیر اسلامی بودن حق رأی زنان حجت می‌آورد و در یکی از آثار فقهی خود حکم به جواز ازدواج با دختران خردسال و شیرخواره داده است. خمینی طی تلگرافی در تاریخ 17/7/1341 محمد رضا پهلوی را دعا کرده و او را اعلیحضرت همایونی و مبارک خطاب می کند و در ادامه متذکر می شود: دولت به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علما، اعلام و سایر طبقات مسلمین است. مستدعی است امر فرمایید مطلبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود. این مرجع بزرگ جهان تشیع چنان که گذشت با برخی از عالمان دینی که با کودک همسری مخالف هستند و حتی ازدواج پیامبر اسلام با عایشه 9 ساله را نادرست شمردند هم نظر نبوده و در مسئله 12 از کتاب نکاح در تحریرالوسیله با صراحت تمام نوشته است: کسی که زوجه‌ای کمتر از 9 سال دارد، هرچند شیرخوار باشد، لمس نمودن با شهوت، در آغوش گرفتن و تفخیذ او، قرار گرفتن آلت مرد میان رانهای زن اشکالی ندارد. پس از آیت الله خمینی، اعضای مجلس خبرگان رهبری در جلسه‌ای به تاریخ 14/3/1368 به رهبری فردی رأی دادند. اما سید علی خامنه‌ای از تشکیل شورای رهبری پشتیبانی کرد و برخلاف موضع‌گیری‌های ضد ولایت پندارانه امروز نظر مساعدی نسبت به انتخاب ولی فقیه فردی نداشت. چنانکه در ادامه مسیر نیز احتمال انتخاب شدن خود از سوی اعضای خبرگان رهبری را امری غیرقانونی و غیر شرعی خواند و از آن داشت باید خون گریست بر جامعه اسلامی که احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود، چرا که مسئله اشکال فنی و اشکال اساسی دارد. خامنه‌ای 1368 ذیل سخنرانی در مجلس خبرگان در تاریخ 14 خرداد. اما آیت الله خامنه‌ای پس از آنکه با مساعدت هاشمی رفسنجانی به رهبری برگزیده شد، سخنان پیشین خود را فراموش کرد و گویی به مانند استاد و مرشد خویش سید روح الله خمینی به آن باور رسید که ولی فقیه و رهبر کشور ایران از چنان مقامی برخوردار است که میتواند در صورت لزوم حکم به جواز مباهته بدهد و حتی گاهی تهمت زدن به انسانها را نیز واجب بشمارد. از این رو عمو حسین علی میگوید: در میان جماعتی عبوس و منحوس و ترشیده و ترخیده گیر افتاده بودم که میان ظاهر و باطنشان یک دنیا فاصله و تفاوت بود. دروغ را من اعمال شیطان می‌خواندند ولی از راستی فراری بودند و سایه حقیقت را با تیر می‌زدند. جمله مشکلات خلقت را حل کرده بودند و تنها شکی که برایشان باقی مانده بود همان شک میان 2 و 3 بود و بس. جمالزاده
جایز شمردن دروغ و تهمت از سوی رهبران جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد آنان به این اصل که هدف وسیله را توجیه می کند، ما را به یاد موضوعات مختلفی از جمله کشتار دهه 60، قتل‌های زنجیره‌ای و حوادث خونین 1398 و 1401 می‌اندازد. اعدام‌های متعدد سال 1367 به فرمان آیت الله خمینی و کشتار فجیع آن همه نویسنده و شاعر و مترجم در زمان رهبری آیت الله خامنه‌ای صورت گرفت. هرچند قتل‌های دهه 70 را به سعید امامی و تعداد محدودی از اصحاب اطلاعاتی‌اش نسبت دادند و او را روانه زندان ساختند و نهایتاً با کاسه‌ای واجبی چنین ماجرای بزرگی را پایان بخشیدند. حادثه‌ای که از همان سالها شایعاتی را به همراه داشت و سبب شد تا برخی انفجار حرم علی بن موسی رضا و یا کشتار مردم در حرم شاه چراغ را به نیروهای امنیتی نسبت بدهند. البته ناگفته نماند که با توجه به سخن استاد عرفان امام خمینی که گفته است من به ذات اقدس الهی متصل شدم و از او دستور شکستن و آتش زدن و کشتن گرفتم، زاره 1396 ذیل گفتار آیت الله شاه آبادی به نقل از آیت الله محقق داماد و یا ارادت آشکار علی خامنه‌ای به نواب صفوی و فدایان اسلام جعفریان 1382 و اصول دین خواندن مثنوی معنوی خامنه‌ای 1387 دیدار با شاعران در تاریخ 25 شهریور که مولوی با صراحت در آن به دفاع از جنگ و کشتار پرداخته است، نباید از افکار سرخفام رهبران جمهوری اسلامی ایران تعجب کرد. جنگ پیغمبر مدار صلح شد، صلح این آخر زمان زان جنگ بود. 100,000 سر بریدان دلستان تا امان یابد سر اهل جهان. آیت الله خامنه‌ای در 24 شهریور 1377 از طالبان با عنوان گروهی سفاک یاد می‌کند که در افغانستان سبب فتنه‌ای بزرگ شدند و متاسفانه در برخی از مطبوعات ایران شک می‌کنند که این گروه وابسته به تشکیلات استکبار و آمریکا هستند و حالانکه این قضیه واضح و روشن است. طالبان دستآموزهای آمریکا و نسخه بدل سرتاپا غلط از نظام اسلامی می باشند که ما با هر حرکت و گرایشی از نوع آنان در اصل و بنیاد مخالفیم، چرا که آنان اصلاً مخالف با عقل هستند. خامنه‌ای 1383 ذیل سخنرانی در 15مین سالگرد ارتحال آیت الله خمینی در 14 خرداد. خامنه‌ای 1384 ذیل دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران در 8 شهریور. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر گویی سخنان پیشین خود در رابطه با استمداد از همه دولت‌های مسلمان و آزادگان امت اسلامی با فتنه طالبان سنگدل، ظالم، وحشی، بیگانه از تعالیم اسلام و بیخبر از قوانین جهان را فراموش کرده و سیاستمداران کشور را به رابطه داشتن با آنان تشویق نموده است. به شکلی که سخنگوی این گروه با شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به گفتگو پرداخته و علی خامنه‌ای هم در 29مین دقیقه از سخنرانی خود در 2 آبان سال 1400 از طالبان با عنوان مسئولان محترم کنونی افغانستان یاد کرده است. خامنه‌ای 1400 ذیل دیدار با مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی. سید علی خامنه‌ای همواره بخش اعظمی از مشکلات حاکم در ایران را کار دشمنان اسلام و دشمنان جمهوری اسلامی ایران دانسته و اعتراضات مردم از دهه 60 تا کنون را مهندسی شده می‌شمارد، چنانکه یکی از مسائلی که بر آن تأکید داشته و دشمنان را به کارشکنی در آن متهم کرده است، بحث حجاب و وجوب شرعی آن است. اما امروز گذشته از این که بر همه کس واضح است که دین و مذهب عقیده شخصی بوده و اگر روحانیون پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و داخل در امور دنیوی مثل حجاب اجباری شوند، ثابت می کنند که روحانی نبوده و جسمانی هستند.
باید دانست که برخی از فقها و علمای مشهور شیعه هم برخلاف آنچه در عصر حاضر گفته می شود به هیچ وجه پوشش موی سر زنان را واجب ندانستند. ملا محسن فیض کاشانی حجاب زنان را واجب نمی داند و مقدس اردبیلی آن را مستحب شمرده است. چنان که استاد شیخ مفید ابن جنید اسکافی هم در فتوای منحصر به فرد نه تنها حجاب سر زنان را واجب نمی‌داند، بلکه معتقد است که زنان همانند مردان تنها موظف هستند که شرمگاه جلو و عقب خود را بپوشانند، یعنی زنان می‌توانند با ظاهر و لباسی مثل مردان در جامعه حاضر شوند. به این ترتیب نمیتوان به بهانه مسائلی مانند بیرون بودن موی زنان متعرض آنان شد و در برهه‌ای تبلیغ کرد که بدحجابی عملی غیر شرعی و غیر قانونی است و زمانی نیز به سبب روبرو شدن با اعتراضات مردمی در اقدامی عاجزانه و مضحک‌آمیز تنها بی‌حجابی را خلاف قانون شمرد. چنان که محمد مسعود در مقاله‌ای با نام ملت نان سنگک می‌خواهد، ایران را گرفتار دو منجلاب استبداد و ارتجاع دانسته و اذعان می‌کند که استبداد زورگویی و غلبه مشت بر منطق بوده و ارتجاع حکومت مکر و حیله و حکومت موهومات و خرافات و همچنین حکومت آخوند و ملا است. واعظ و شیخ و پیشنماز چماق تکفیر به دست گرفته خدا و پیغمبر را از اعمال خود خجل و شرمسار کردند. شما یک روز بروید پای منبر فلان واعظ در مسجد، در امامزاده و در هر بیغوله‌ای که این آتش به جان گرفته ها آتش افروزی می کنند و به مهملات آنها گوش دهید، ببینید در هیچ جهنم دره دنیا، در هیچ دارالمجانین این مهملات ممکن است از دهان مسروعین خارج شود. ایران محتاج به آزادی فکر و عقیده و مذهب است. مسعود. منابع و مآخذ. علی اکبر سعیدی سیرجانی، بیتا، شیخ صنعان، بیجا، بینا. گروهی از نویسندگان 1374. سعیدی سیرجانی را از یاد نبریم. از شیخ صنعان تا مرگ در زندان. واشنگتن، کتاب پر. شاهرخ مسکوب 1379. روزها در راه. پاریس، خاوران. سید محمد خاتمی 1383. نامه‌ای برای فردا. بیجا، بینا. سید روح الله خمینی 1389. صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. سید روح الله خمینی 1392. تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. سید علی خامنه‌ای 1368. مجلس خبرگان، گوگل. سید روح الله خمینی 1348. حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، نجف، مطبعة الآداب. محمد علی جمالزاده 1336. شاهکار، عمو حسین علی، تهران، بینا. حامد زاره 1396. آفاق معرفت در سپهر معنویت. گفتگوی حامد زاره با غلام حسین ابراهیمی دینانی، تهران، ققنوس. رسول جعفریان 1382. جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران، تهران، خانه کتاب. سید علی خامنه‌ای 1377 الی 1400. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای. جلال الدین محمد مولوی 1390. مثنوی معنوی، تصحیح رینولد آ نیکرسون، تهران، هرمس. سید علی خامنه‌ای 1377 الی 1400. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای. جلال الدین محمد مولوی 1390. مثنوی معنوی، تصحیح رینولد آ نیکرسون، تهران، هرمس. محمد مسعود 1324. با عمامه گدایی می کنند. مرد امروز، 13 مرداد شماره 43. محسن فیض کاشانی 1387.
معتصم الشیعة فی احکام الشریعت، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری. احمد مقدس اردبیلی 1403 مجمع القاعدة و البرهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی. حسن علامه هلی 1412 مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی. محمد باقر مجلسی 1403 بهارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی. محمد مسعود 1324 ملت نان سنگک می‌خواهد، مرد امروز، 30 تیر، شماره 41. مشخصات کتاب. نام کتاب خودی که مرا کشت. نویسنده میثم موسوی نسیم آبادی. ناشر نشر آوای بوف. سال انتشار 1402. تعداد صفحات 148 صفحه. مدیر تولید قاسم قرداغی. موضوع مجموعه مقالات. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com